به نام خدا، تورج مهارتی هستم، کارشناس نقشه‌برداری و GIS. با شما هستم با برنامه چک کردن دامین ها با استفاده از برنامه‌نویسی پایتون در آرکمپ. خب من اینجا یه نقشه آماده کردم، مثل خط لوله هستش. توی اطلاعات توصیفیش بر اساس کد دامین پر شده. برنامه رو به این صورت بیاریم، از تولباکس آدرس برنامه اوپن اضافه می‌کنیم، ولی منتها چون من قبلا اضافه کردم برنامه چک کردن دامین ها رو در آرک تولباکس داریم می‌بینیم. روش دبل کلیک می‌کنیم برای اجراش تا بتونیم اطلاعات رو پیدا کنیم که کدوم فیلدها بر اساس دامین پر نشده. توی قسمت اول لایه مورد نظر رو انتخاب میکنیم. تو قسمت دوم آدرسی که میخوایم اکسل خروجی بهمون بده اونجا ذخیره میکنیم. البته اطلاعات در ادامه در خود فایل GIS هم ذخیره میشه. اینجا من پوش DO رو درست میکنم و میگم فایلم به اسم DO برامون بساز. سیو، اوکی. برنامه شروع به اجرا میکنه. خیلی زمان نمیگیره، البته بستگی به دیتاتون داره، ولی بیشتر چند ثانیه وقتی کامپلیت شد. این به صورت کلی انجامش داد و میبندم برنامه رو. یه جدول ساخته و همین اول اطلاعات توصیفی رو میبینیم. این ته اطلاعات توصیفی این خط ما که از شما اینجا مثلا به صورت اسم میبینید ولی به اساس دامین پر شده. خب در انتها یک ستون ساخته این برنامه به اسم error field. خب اینجا فیلدایی که طبق دامین پر نشده رو اسمشون رو نوشته. مثلا توی مورد اول نوشته مثلا یونیت، فیلد یونیتش یعنی مثلا واحدش که میلیمتر اینچه طبق چیز پر نشده یا اینکه نه نال هستش. اینم نشون میده. نگاه کنید الان نگاه میکنیم اینجا رو، واحد قطر نال هست و به این صورت نشون میده. حالا اگه ما سورتش کنیم که میتونیم راحت‌تر ببینیم که کدوم فیلد اون ایراد داره. بعضی از آبجکت ها چندین فیلدشون ایراد داره، اونا رو با یه ویرگول از هم دیگه جدا کرده اسم فیلد و نوشته که مثلا توی این آبجکت آیدی مثلا نمیدونم جنسش ایراد داره، اون چیزی که بر اساس واحدش ایراد داره طبق دامین پر نشده رو مشخص میکنه و خیلی راحت ما میتونیم پیدا کنیم. این به ما کمک میکنه که هم اطلاعاتی که داریم تو بانک اطلاعات چک کنیم که آیا طبق دامین هست یا نه، همین که مثلا یه نقشه به ما میدن ما میخوایم چک کنیم به این طبق دامینی که ما میخواستیم پر شده یا نه، میتونیم اینو اجرا کنیم. در عرض چند ثانیه تشخیص میده که کدوم فیلدها طبق دامین پر نشده. الان نگاه کنید مثل اینجا نشونه این فیلدهایی که ارور فیلدش خالیه اونا طبق دامینه، بقیه که ارور فیلد نوشته شده اون فیلدی که نام برده شده توی ارور فیلد اونجا طبق دامین پر نشده. علاوه بر بانک اطلاعات GIS یه فایل اکسل هم داره میسازه که اینجا به صورت DO بازه و اگه اوپن کنیم نگاه همون اطلاعات رو به صورت اکسل آورده. محل ذخیره نگاه ارور فیلد هم اینجا اسمشون رو کامل آورده که کدوم فیلد طبق دامین نیستن و آبجکت آیدی هم همون آبجکت آیدی داخل GIS هستش. این فایل نگاه داخل پوشه DO که گفتم اینجا ساخته شده به صورت هم CSV هستش و به این صورت شما میتونید هم فایل GIS رو بدین که آخرش ارور فیلد داره، هم فایل اکسل رو، و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما بررسی کنیم طبق دامین هست یا نه. این PDF هم برای طرز کار این برنامه هستش و یه توضیحاتی درباره‌اش داره که میتونید دانلود و استفاده کنید. راهنمای به کارگیری این برنامه هست. با تشکر از شما و با آرزوی بهترین ها برای شما.